نسمو متوحدين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. موضوع ما از چخیلی که با شما گفتیم از کتاب رد قاطع به معروف راسخ و هم مسلکونش و البته برای شما معلوم است که یعنی که این موضوع ها و این بحث ها و این کذابین و این جهمی هایی که شب و روز اینقدر به شیخ ابو محمد مدنی و دیگر طالب علم ها و حتی تمام موحدین تکفیر کردند به خاطر یعنی قوم خود، به خاطر انمون عقیده باطل خود که عقیده باطل اینها همین بود که در نزد اینها یهود نصارا و مشرکین و طاغوت پرستان مسلمان است. مسلمانی لغوی در بعض جو مسلمان گفتند، در بعض جو مسلمان لغوی. بالاخره این در همین مسئله مسلمان لغوی و مجازی یا اینکه مسلمان لغوی و مجازی نامیدن کفار و مشرکین بود که شیخ مؤلف شیخ ابو محمد مدنی علامه خراسان حفظه الله و رعاه این را یعنی چیکار کردند؟ نوشتند این رساله رو. بسم الله الرحمن الرحیم داخل میشویم به داخل رساله. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگفتار: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. در آن روز لا ينفع نفع نمیرساند نه مال انسان و نه فرزندای انسان مگرم اون قلب سالمی که الله سبحانه و تعالی به این انسان چیکار کرده است؟ عطا کرده است. به کی؟ به همون بنده ای که قلب سالم عطا فرموده است الله سبحانه و تعالی. قلب سالم چی است؟ قلب سالم این قلب توحیدی، قلب ایمانی، قلبی که در او توحید حقیقی هست، قلبی که در او ایمان حقیقی هست. انمین گونه قلب صاحب قلب و انمین گونه موحد واقعی یعنی نجات می‌یابد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله اونگونه که یعنی که اونگونه که حق تقوا دارد الله سبحانه و تعالی، یعنی تقوا بکنید از او، حقا در حقیقت بترسید، در حقیقت از او تقوا بکنید و از آن چیزهایی که منع میکند دور بیستید و با اون چیزهایی که امر میکند با او چنگ بزنید. چگونه که بزرگترین چیزهایی که الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما تمام انسان و جن رو از اون منع میکند این شرک است. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید با او شرک نورزید. و بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی امر میکند تمام بندگان انس و جن رو که یگانه او را عبادت کنیم به عبادتی یگانه خودش و نمیرید در حالی که مسلمان باشید.
ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یعنی انسان در حالت چی؟ در حالت مسلمان بودنش حرکت کند به توحید حقیقی، به اسلام حقیقی، به ایمان حقیقی. کسانی که به زبان ایمان آوردند، به زبان اسلام آوردند، البته ظاهر اونها در نزد ما مسلمان است. ظاهر اونها رو ما میبینیم، ما مسلمانشون میبینیم، اما اصل این نیست. یعنی اصل ما مسلمان گفتن ما نجات اونها نیست. نجات اونها در ایمان حقیقی است، در اسلام حقیقی. اما حکم به ظاهر که هست، ما به ظاهر حکم میکنیم، ما از قلب های مردم که خبردار نیستیم، لیکن الله سبحانه و تعالی آگاه است. الله از قلب های هر یک ما و شما آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای مؤمنان، از الله بترسید و سخن حق و استوار بگوید. سدید، قول سدید این لا اله الا الله است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا یشکر الله من لا یشکر الناس. حدیث در کتاب ادب المفرد باب من لم یشکر الناس آمدگی است که حکم حدیث رو البانی صحیحش میگوید. خلاصه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که از مردم اگر تشکری نمی کند، از الله سبحانه و تعالی تشکری کرده نمیتواند. یک انسان با مادر خودش اگر شکر کرده نتواند، یعنی شکر کردن چی؟ پدر و مادرش چقدر فرزند رو کلان میکند، چقدر نگاه بین میکند. زمانی که فرزند گریه میکند، به تمام ذوق و تمام خرسندی، بدون خفه شدن، بدون از او رنجیدن، فرزندش رو به آغوش میگیرد و به او طعام میدهد و او رو، یعنی بعضی سخنها قطعی شاید، بعضی حرکتها قطعی، یعنی برداشته کمی چیکار میکند، کمی از همون برای گریهش خاموش شدن، بعضی سخنها رو میگوید به او. بعضی ها شاید قرائت میکنن، شاید بعضی سخنهای عرفیه که میگویند. بالاخره چقدر فرزند رو به تمام عذابها در بطنش میبردارد. 9 ماه در بطنش مادر چقدر فرزند رو کلان میکند، در حالی که فرزند وقتی کلان میشود میبینی بعدا، البته موحدین این کار رو نمیکنند، موحدین این کار رو نمیکنند، اما انسان هایی که الله رو که نمیشناسند، پس یک انسانی که به انسان زنده اگر شکر کرده نتوانست، چگونه میشود که به الله شکر بکند؟ قدر و قیمت انسانی که او رو کلان کرده است، قدر و قیمت او رو نداند، چگونه قدر الله سبحانه و تعالی رو میداند؟ این قدر و قیمت موحدین رو که سبب به هدایتش شده است، قدر و قیمت اونها رو نداند، چگونه می شود که قدر الله رو میداند؟ البته که به این معنی که این منت است به کسی، البته که باید انسان به یک انسانی که به هدایتش سبب شد شکرگزار باشد. یعنی شکرگزار چگونه؟
شکرگزار همین گونه که نصرتش بدهد و در برش بیستد و صادقانه. این به خاطر شخصی نیست، به خاطر دین الله پیش بردن انمیخواد و به همین عمل، به همین فعلش چکار بکند؟ دین الله رو نصرت بدهد و تشکری خود رو به الله سبحانه و تعالی، شکرگزاری خود رو به الله نشان بدهد. خب انشاءالله که دوام کتاب خونده میرویم. البته فارسی هست لیکن بعضی کلماتش شاید به بعضی اونو فهمو شد، لیکن آیسته آیسته انشاءالله که کلمه ها به نهایت، جمله ها به نهایت واضح، آشکار، ساده، یعنی همه میتواند که بفهمد. خب قلمفرساها بسیاری شده، وقتها زیاد در بین انسانها ضایع گردیده است. حنجرها بسیاری به صدا در آمدند تا انسانها را طی گذشتی صداهای سال به ناکجای باد ببرند و چی بسا افراد با ظاهر مسلمانی براهای قدم گذاشتند که به بارهای منتهی شد و چی انسانهایی که زندگی کردند اما هرگز زنده نشدند، زیرا زندگی باید هدفمند باشد و وگرنه چیز جز مرگی نیست که نقاب زندگی را به خود گرفته است. یعنی البته که زندگی هر یک انسان باید مقصدناک باشد. مقصد اساسی این رضاگی الله سبحانه و تعالی هست. مقصد اساسی به جنت داخل شدن و جمال الله سبحانه و تعالی را دیدن است. وگرنه این مقصدها البته که اگر نباشد، این مرگ به مثل یک نقاب است، یک نقابی که پنهان شدگی هست، یک و یک باره انسان رو میگیرد، از دنیا میبرد. در آخرت ظاهرش که دیگر بود، باطنش دیگر بود، در اونجا معلوم می شود. برای همون هر یکی ما و شما باید چیکار کنیم؟ هر یکی ما و شما باید حرکت کنیم که در حیات خود باید یک مقصدی که به رضاگی الله سبحانه و تعالی ما رو میرساند، این مقصد رو داشته باشیم که این هم باشد البته دین الله رو آموختن و به این عمل کردن و نصرت دادن اهل همین توحید است. بله، روز خراسان این مهد تمدن علم با ضبط احادیث با ضبط احادیث گوهربار رسالت محمد صلی الله علیه و سلم صدای داشت. آن صدا الگوی نوشتار بسیاری از برجستگان علوم دینی را به تحیر برانگیخت. یعنی البته زمانی بود که در خراسان چقدر علما بود، در خراسان چقدر علماهایی که شیخ بارها یعنی چیکار کردند، بارها علماها رو بیان کردند. علمای خراسان رو، چقدر علمایی که
از سلف بود در خراسان. علما از سلف، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی و عبدالله ابن مبارک، امام بخاری، محدثین، دو بزرگترین محدثانی که به مثل بخاری و مسلم، امام ترمذی، ابو داود سجستانی و دیگر علماها از کجا؟ از خراسان. در این خراسان چقدر علماهای زیاد گذشته هستند و البته تا به امروز هر یک، ما فقط به اهل توحید نه، به دیگر کسانی که هستند به اهل بدعت میگوییم، به اهل بدعتی که استادهای خود به خود اله کرده هستند، به خود راب گرفته هستند، به مثل انمین معروف راسخ، به مثل شاگردان هم مسلکانش، یک مرتبه از یک علمای سلف آیا اینها درس کردگی هستند؟ از کتاب علمای سلف آیا درس کردند اینها؟ به مانند عقیدة الرازیان آیا درس کردند؟ نه. آیا در مسئله توحید، در مسئله عقیده آیا اینها درس کردند؟ نه. آیا در مسئله فرقه شناسی ها، فرقه های باطله به مردم چگونه ای که سلف ما، چگونه ای که احمد ابن حنبل، چگونه ای که امام بخاری، ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی و دیگر علمای سلف که اهل بدعت به گونه ای که اونها رو پاره کرده به امت نشان میدادند، ردیه ها میزدند، به مثل اینها یکی از اینها آیا به این امت، آیا اهل بدعت؟ البته اهل بدعت از کفار و مشرکین هست و مثل حزبی ها و از کسانی که بدعت مفسقه هست، مکفره نه مفسقه، و مثل حزبی و به مثل قبوری و به دیگرش. آیا از اینها امت رو اینها آگاه کردن؟ آیا از اینها امت رو خبردار کردن از شرک و کفر و بدعت های اینها، از ضررهای اینها؟ البته نه. فقط برای آبروی خود همین ها کردن رفتن. خیلی که معروف راسخ خودش گپ میزنه. زمانی که حق آمد، زمانی که خطاگیش معلوم شد، زمانی که موحدین حقیقی که حق خواه هستند میخواهند حق ظاهر شود، نمیخواهند که حق از کسی پایان باشد، میخواهند که حق همیشه اولین درجه باشد. زمانی که باطلش، زمانی که کفرش، یک سخن مجمل کفریش معلوم شد که برادر ما ابو اسماعه به او گفتند که در اینجا شما نمیخواید سخن گفتید، آمد و بله گفت مقصد من این نبود، گفت اما زمانی که نام شیخ را گرفتند، کبر شیطانیش و عقیده شیطانی، کبر یهود، عقیده یهودیش بیدار شد. نه گفت در اینجا سخن من اصطلاح است، این اصطلاح قرآن استعمال شده است. گفت
بعدا آیت آورد. بعدا آیت آورد. بالاخره مقصد پیشگفتاری که در اینجا کردگی هستند کمی دور و دراز است. با مقدمه انشاءالله که داخل می شویم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل للحق ناصرا وللباطل قاهرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. اما بعد. امروز جهمی های زمانه بر اساس فهم باطل خود با استدلال غلط از چند آیت قرآن خیلی که ما میدونیم از کدام آیت ها مذهب جدیدی رو به وجود آوردند که مخالف به منهجی که هست، مخالف به منهجی سلف الصالح رحمهم الله می باشد. این مذهب جدیدی که جهمی های عصر به وجود آوردند، این در پایان البته خیلی که میگم در اینجا ذکر می شود. کسانی که کفر بر طاغوت ندارند و یا کسانی که کفر اکبر ظاهر را انجام داده اند و یا حتی یهود و نصارا و مشرکان و ملحد و کمونیستان، این همه کفار هستند، ولی مسلمان خطاب نمودن و مسلمان نامگذاری کردن، یعنی نامگذاری کردن آنها جایز است. و این همه کفار مسلمان لغوی هستند، نه حقیقی. انمین چی بود؟ انمین سخنهای این جهمی ها، سخنهای معروف راسخ، سخنهای ابوالغریب و سخنی ابوالغربا، یا اینکه غربا، یا اینکه ابو ابراهیم است که است سخن او. این است شبهه این جهمی های زمانه که مخالف قرآن و سنت و اجماع سلف این امت و انکار نمودن تکفیر عاذر المشرک است. واقعا یعنی اینها میگویند که اصل نظر کنید که مسلمان لغوی اگر از نظر محمد امین شنقیطی اگر نظر کنیم هم مسلمان لغوی رو مسلمان ظاهری میگویند. اینها میگویند که نه، این به کفار استفاده برده می شود. یعنی اینها کافرها رو مسلمان ظاهری میگویند اما مسلمان حقیقی نه. فهمیده استید؟ انشالله با همون جایی که محمد امین شنقیطی میگویند به اونجا هم انشاءالله که میرسیم. خب جهمی های زمانه جهت اثبات این اعتقاد باطل خود 3 آیت را حجت گرفتند. یعنی برای مشرک ها را مسلمان لغوی گفتن 3 آیت گرفتند. 3 آیت کدام بود؟ جهمی ها در مرحله اول تنها از این 2 آیت، سوره مبارکه نساء و
сураи муборакаи Нисо ояти 136 ва сураи муборакаи Бақара ояти 208 истидлол намуданд ва куффорро мусалмон номиданд. ва мо ҳам ба ҷаҳмиҳо ҷавоб гуфтем ва дар кашфи шубуҳоти аҳли бидъат дар фаҳми ин ду оят рисолаеро таълиф намудем, ки рисолаи аввал ба ном кашфи шубуҳоти аҳли бидъат дар куфр ва тоғут буд. Яъне мунташир гардид. биноан аз шумо хоҳиш менамоем, ки рисолаи аввалро ҳатман мутолиа намоед. албатта хитоби шайх, ки аввалин рисоларо вақте ки навиштанд, баъдан инҳо баъд аз ин сухан во каме тағйир ёфтанд. вале вақте мо ба ҷаҳмиҳо дар рисолаи аввал ҷавоб гуфтем ва залолати онҳоро баён намудем ва ҳақ ва манҳаҷи салафу солеҳро дар фаҳми ин ду оят зикр кардем, ҷаҳмиҳо ба ояи 14 сураи муборакаи Ҳуҷурот чанг заданд ва боз шубҳаафканиро дар байни муваҳҳидин шурӯъ намуданд ва гуфтанд, ки Аллоҳ дар ин оя кофирро мусалмон хитоб намудааст ва дар ҳамин асос мо ҳам ҳамаи куффорро мусалмони луғавӣ меномем, на ҳақиқӣ. албатта ин шубҳаҳоро зикр карда баъдан иншоалло дар ин шубҳаҳоро ҳамаша дар хотир гиред ва китоба дар назди худ боз кунед ва ба ин шубҳот ба тамоми ваҷҳаш, яъне ки ҷавоб гуфта мешавад. ба ҳамун дар болои ояти 14 сураи Ҳуҷурот ва дар болои ин ду оят ва ҳатто инҳо ба Муҳаммад Амини Шинқитӣ сухани Муҳаммад Амини Шинқитиро нафаҳмиданд, ба ӯ ҳам яъне ба фаҳми ботили худ тӯҳмат заданд. ва банда тасмим гирифтам, ки дар радди ин ҷаҳмиҳои аср дар фаҳми ояи 14 сураи муборакаи Ҳуҷурот ин рисолаи дуввумро ба шумо ироа намоям, то аз ҳақиқат огоҳ шавед ва аз аҳли бидъат ва маҷолиси онҳо дур бошед ва имон ва тавҳиди худатонро ҳифз намоед. албатта инҷа шайх яъне тасмими худро гуфта истоданд. аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аввалан шайхро ҳифз кунад ва ҳар яки муваҳҳидин бояд дар ҳаққи ин гуна толибилм, ки ҳамеша дар ғами муваҳҳидин аст, бояд дуогӯ бошад. аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ҳифз кунад шайха, ки инқадар дар ғами ақидаи муваҳҳидин ва дар ғами худи муваҳҳидин ҳастанд, ки ҳатто зарраи шубҳае шуд, вагарна хосатан барои шайх ва барои дигар толибилмҳо ин масоилҳоро баромадан хел баён кардаву гузашта рафтан ҳеҷ мушкиле нест. аммо хоксорӣ, ғамхории муваҳҳидин дар ҳамин дида мешавад, ки ҳатто ба сухан иктифо накарда ба рисола яъне навиштанд, ки то ин ки муваҳҳидин баъзеҳо шояд ба гӯш кардан имкон надорад, лоақал ба хондан яъне чӣ кор мекунад? Ба хондан яъне ҳақиқатро мефаҳмад,
و دلیل‌ها رو نظر میکند گشته و برگشته. چنانچه الله سبحانه و تعالی میفرماید که در یعنی دوام کتاب: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الله سبحانه و تعالی هو الذي، او ذاتی است که قرآن را بر تو فرستاده که برخی از یعنی بعضی از آن کتاب، بعضی از آن آیت‌های کتاب چی هست؟ محکم است که اصل و مرجع سایر دیگر آیت‌های کتاب است و بعضی دیگر از آنها متشابه است. دیگر بعضی آیت‌ها متشابهات است، از متشابهات است. و آنان که در دلشون میل به باطل است، فاما فی فاما الذین فی قلوبهم زیغ. زیغ یعنی کجی. یک انسانی که مثلا همیشه سخنهای موحدین به کجی میفهمد، یعنی در قلبش یک معمایی دارد، این در قلبش پرابلم دارد. مثال سخنی که آشکار و واضح است، مثال شیخ در یک جا میگویند که تمام یعنی چقدر انسان‌هایی هستند که مثلا از توحید بیخبرند. میگن چقدر انسان‌هایی هستند که از توحید بیخبرند. همین گپ گجاش نفهمو است. گجای همین گپ نفهمو است. مثلا بعد در دوام همین گپ وقتی که شرح میدهند که بله چقدر انسان‌هایی که یعنی ادعای توحید میکنند، به نام مسلمان‌ها ادعای توحید میکنند که از توحید بیخبر است. انسانی که در قلبش کجی هست، این سخن رو این نادرست فهمیده رفتن میگیرد. و همچنین کسانی که در قلبشون کجی هست، آیت رو هم خوندن، آیت رو درست نمیفهمند. آیت رو درست نمیفهمند. برای چی؟ برای که در قلبش معما هست، قلبش کسل است، بیمار است. چشمی که خیره باشد البته خوب دیده نمیتواند. یک انسانی که بیمار باشد، کسل باشد، بعضی وقت میشود انسان بیمار شود، حتی زبانش بعضی چیزهای شیرین در زبانش تلخ میشود. تصور کنید این واقعه در خود بنده شدگی است. یعنی وقتی انسان بیمار میشود، بعضی چیزهای شیرین وقتی میخوردیم تلخ میشد، یعنی تلخ مینمود. برای همون انسان که البته که قلبش که بیمار باشد، البته این بیماری هایی که جسمانی میشود در انسان، این اصل این نیست، اصل بیماری قلب است. یعنی اینو برای مثال آوردن که اصل بیماری در قلب است که قلب که بیمار شد البته که میخه به سوی گمراهی میرود. برای همون از الله سبحانه و تعالی همیشه دعا کنیم که ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا قلب ما رو بعد از هدایتنا، بعد از اون که هدایت کردی، به سوی کجی نبر، از یعنی به سوی زلالت رفتن و به سوی گمراهی رفتن ما رو نگه دار. خب و آنان که در دلشون، در قلبشون یعنی میل به سوی باطل دارند، یا اینکه در قلبشون کجی هست، از پی متشابهات رفته تا به تعویل کردن آن در دینی، یعنی به جای میرسند که تعویل میکنن، بالاخره
با این تعویلشون چیکار میکنن؟ فتنه میکنن. انسان به سبب همین تعویلش فتنه میکنه. معروف راسخ آیت آورد، به نفس خودش تفسیر کرد. ابوالغریب آیت آورد، سلیمان علیه السلام، یعنی که سوره نمل آیت 38 بود، آورد، به نفسش تفسیر کرد و به نفسش تکفیر کرد، نه به قرآن و سنت، نه به قرآن و سنت. آمد گفت این سوره نمل آیت 38 دلالت به این میکند که سلیمان علیه السلام آفتاب پرستان رو مسلمان گفت و هر کسی که همینها رو مسلمان نگوید، مسلمان لغوی نگوید، خودش کافر است، زنش طلاق است گفت. الله المستعان. یعنی شما اگر آفتاب پرست ها رو تکفیر نکنید، آفتاب پرست ها رو، یعنی آفتاب پرست ها رو تکفیر کنید، اگر شما خود کافر میشید. این مناط نفسانی ساخته اینها است. یعنی هر کسی که اینها رو مسلمان لغوی نگوید، یعنی مسلمان لغوی در نزد اینها کافر است آخر. یعنی هر کسی که اینها رو مسلمان لغوی نگوید، او کافر است میگه. اما مسلمان لغوی این مسلمان ظاهری، به مسلمان ظاهری محمد امین شنقیطی استفاده بردن. به مسلمان ظاهری، حکمی، اسمی. خب و کسی که فتنه میخواهد، انمی گونه آیت ها رو چکار میکند؟ تعویل میکند، در صورتی که تعویل اون رو کسی جز الله سبحانه و تعالی نمیدوند. تعویل او رو وجه دلالت اهل سنت و الجماعت به محکمات از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل می نمایند و به متشابهات، یعنی آیاتهایی که متشابه هست، ایمان می آورند و اگر در فهم آیت متشابه به مشکل گرفتار شدند، به علما رجوع می کنند، برخلاف اهل بدعت و ضلالت که پیروی از متشابهات نموده محکم را ترک، یعنی که برخلاف اهل بدعت و ضلالت که پیروی از متشابهات نموده محکم را ترک می نمایند. یعنی مثلا انمینها که مثلا قلبشون که کج است، یا به مانند اشعری ماتوریدی آمدند آیت ها رو تعویل کردند، استوا رو استیلا کردند، تعویلش کردند، گفتن این آیت محکم است، یگان جاش متشابه نافهمایی نیست. الاستواء معلوم، استوا معلوم است، لیکن کیفیتش معلوم نیست، مجهول است. لیکن آیا همین کیفیتی که هست، همین کیفیت دارد یا ندارد؟ بله، کیفیتش حقیقی است، اما چگونه بودنش رو ما نمیدونیم. یک همین کیفیت وجود دارد، ما نمیدونیم. ما فقط ایمان می آوریم، از کیفیت او سؤال نمیکنیم. در اینجا حدیث رو میارن عن عایشه رضی الله عنها قالت تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم هذه الآیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت است که
расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳамин оятро тиловат карданд. фақола фаиза раъайти аллазина яттабиъуна ма ташабаҳа минҳу фаулаика аллазина самма аллоҳу фаҳзарӯҳум. ҳадиси бухорӣ аст дар китоби тафсирул Қуръан, сураи Оли Имрон, боби минҳу аят муҳкамат, ҷилди 6, саҳифаи 33. ва ҳамчунин дар китоби яъне ки ба шумори 6567 аст. ва саҳиҳи Муслим ҳамчунин китоби илм, боби наҳи ан иттибаъи муташабиҳил Қуръан ва таҳзир кардани касе ки аз ӯ пайравӣ мекунад ва наҳӣ кардан аз ихтилоф дар Қуръон, ҷилди 8, саҳифаи 58 ва шумораи 2665. ва Ибни Ҳиббон ҳамчунин ба шумораи 73, ҷилди 1, саҳифаи 274. ва Сунани Абу Довуд ба шумораи 4598 ва Муснади Аҳмад ибни Ҳамбал. хуб, яъне ҳадис чӣ аст? ҳадис Оиша модарамон радиаллоҳу анҳа ривоят мекунанд ки гуфтанд ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин оятро тиловат намуданд ва сипас фармуданд: ҳаргоҳ онҳоро дидӣ ки пайравӣ менамоянд аз ояти муташобиҳ, пас онҳо касоне ҳастанд ки Аллоҳ дар ҳаққи онҳо фармудааст ки аз онҳо барҳазар бошед. фаҳмида истодаед ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аз ин аҳли бидъат, аз ин касоне ки аз оятҳои муташобиҳ пайравӣ мекунанд, аз инҳо моро барҳазар дошта истодааст. моро барҳазар мекунад ки аз инҳо дур шавед. албатта барҳазар шудан аз инҳо дар маҷлисҳои инҳо набудан ва ақидаи ботили инҳоро дида касе имкону қудрат дорад, албатта илм дорад, инҳоро рад кардан, инкор кардан, ботили онҳоро ошкор кардан аст. бале имрӯз ҷаҳмиҳои замона муҳкамро тарк намуданд ва ба муташобиҳот чанг заданд ва мутобиқи ҳаво ва ҳаваси худ мухолифи фаҳми салафу солеҳ сухан гуфтанд. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ман яиш минкум баъди фасаяра ихтилафан касира фаалайкум бисуннати ва суннати алхулафаи المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. این در سنن ابو داود و همچنین مسند دارمی و دیگر از اهل سنن احمد ابن حنبل و معجم الکبیر للطبرانی و دیگرها انشاءالله شما نظر کنید به این کتاب. هر کسی از شما بعد از من یعنی زنده باشد اختلاف های زیادی رو یعنی میبیند یا که مشاهده میکند خواهد کرد. پس راه و روش من یعنی حدی من، راه و روش منهج من یعنی و خلفای راشدین رو همچنین
چنگ بزنید به منهج من و به منهج خلفای راشدین، به دندانهای انمون اشکی که هست به اونها چیکار بکنید؟ محکم بگیرید. یعنی البته که دندانهای اشک میدونید چگونه سخت است. به اونها زمانی که انسان وقتی که میقپد، البته که باز کردن خیلی هم دشوار است و شما را از چیزهای نو پیدا شده، یعنی که بدعت، برحذر می‌دارم و هر چیز نوپیدا بدعت است و هر بدعت ضلالت است، گمراهی است. بنابراین مسلمان لغوی شماریدن همه کفار به طور مطلق بدعت مکفره ضلالت و کفر صریح است. یعنی مسلمان لغوی وجود ندارد، مسلمان لغوی نیست. مسلمان لغوی در سلف این گونه اصطلاح نبود. این اصطلاح راسخی، یعنی که مذهب راسخیه جهمیه که از این هم مسلکانش و مانند ابوالغریب و ابوالغربا و ابو ابراهیم و اینها هستند و همچنین دیگر به مانند ابو مسلم و ابو محمد سید افغانی و دیگرش. اینها یک مذهب جهمی نو رو و یک اصطلاحی که در سلف نبود. یک اصطلاح اینها همین است که کفار و مشرکین مسلمان هستند. کفار و مشرکین یهود نصارا مسلمان هستند و مسلمان گفتن اونها در وقت دعوت خیلی هم خوب است. خیلی که اون جهمیچه دیگر غربا است، ابو ابراهیم است، گرفتن در کانال بنام صادقین خیلی بردارش کردن که در کتاب به گفت خودش رد زده است. در اونجا میگوید که طاغوت پرست را مسلمان گفته خطاب کردن برای دعوت، یعنی از نظر مصلحه خیلی هم خوب است میگه. یعنی اینها برای دعوت عیناً همین عقیده عوزری و جهمی و مدخلی رو میگوید. میگوید تو رفته یک قبر پرست رو مسلمان گفته دعوت کنی خوب است یا که مشرک گفته دعوت کنی خوب است. یعنی پس تو مسلمانش گویی چی گفته دعوتش میکنی؟ تو میگویی که قبر پرستی این گناه است یا گناه کبیره است که تو دعوتش میکنی؟ به همین خاطر اینها عقیده جهمیگی رو همین گونه داخل کرده و یعنی عوزیدگی رو از بین برده ایستادن. به همین خاطر این حکم عاذر المشرک از بین می رود کلا. اگر رفت تو یهود و نصارا یعنی مسلمان لغوی باشن، بعدا اینها یک سوال دیگر رو ایجاد میکنن. او ایستو این مسلمان لغوی گفتنی تو اونها رو تکفیر کردن است یا که تکفیر نکردن است؟ نه، اونها رو تو تکفیر میکنی. تو اونها رو مسلمان لغوی میدونی یا که غیر لغوی. همین چیزها رو در بین مردم ایجاد کرده و پهن کرده، مردم رو به شبهه گرفتار کرده. کمترین شبهه اینها یهود نصارا رو مسلمان گفتن است. در تکفیر یهود نصارا شک است. شک در بین مردم یعنی ایجاد کردن است. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماد که حدثنا الاعمش عن حبیب ابن ابي ثابت عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم كل بدعة ضلاله. این در کتاب زهد الوکیع می آید و همچنین زهد امام احمد و معجم الکبیر للطبرانی و همچنین طبقة الحنابلة و شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعه. در اینجا میگویند که عبدالله ابن مسعود که متابعت نماید، اتبعوا یعنی متابعت دیون که اتبعوا پیروی، ولا تبتدعوا و بدعت را انجام ندهید و بدعت نکنید میگه. و تحقیق کفایت شدند با قرآن و سنت و همه بدعت ضلالت است. یعنی قرآن و سنت با فهم سلف این خودش کفایه هست، اما تمام بدعت ضلالت است. خیلی که عبدالله ابن عمر میگویند که کل بدعت ضلاله و ان راء حسنه. یعنی تمام بدعت ضلالت است، گرچنده که اگر انسان ها اگر او را یعنی یک چیز خوب هم بدانند، برای همون الله سبحانه و تعالی این جهلا و این جهمی ها رو الله لایق هدایت باشد هدایتشون کند و از بدعت این امت رو نگه دارد، از بدعتی که اینها ایجاد کردند. اینها یگانه راهی که اینها دارند فقط و فقط توبه است. بجز توبه فقط گمراهی است. باز می آیند چی رو ایجاد میکنند؟ باز اومده چی رو ایجاد میکنند؟ لغوی گفتند، بالاخره به مجازی رفتند، از مجازی با لغوی گشتند، اومده از این آیت به این آیت میپرند، از وی آیت به این آیت. برای چی؟ آیا برای حق بیان کردن؟ نه، برای نفس پلید خود دفاع کردن. از آیت استفاده میکنند برای نفس خود، نه برای حق آشکار کردن، نه برای حق آشکار کردن. پس مسلمان لغوی نامیدن کفار و مشرکین خودش ترک متابعت و ابتداع در دین است. یعنی مسلمان لغوی نامیدن پس چی بوده است؟ این یک بدعت مکفره نوپیدا، بدعت مکفره. ترک پیروی کردن از سنت است و پیروی سنت رو ترک کرده از بدعت پیروی کردن است برعکس. اخبرني طيب بن أحمد أخبرنا محمد بن حسن قال سمعت عمر بن عبد الله الحربية يقول سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أبا علي الصولية يقول سمعت شيبان ابن قتادة يقول سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت الأصمعية يقول سمعت شعبة يقول كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم اشد النهی. الله اکبر. در اینجا شعبه میگویند که سفیان ثوری به اهل هوا و هوس بغض داشت و از نشستن همراه آنها به شدت نهی میکرد. و همچنین
فضیل ابن عیاض رحمه الله و این گونه قولها به نهایت زیاد است. این گونه قولها به نهایت زیاد است. و همچنین فضیل ابن عیاض رحمه الله میفرماند که من احب صاحب بدعة احبط الله عمله و اخرج نور الاسلام من قلبه. البته از سخنی که سفیان ثوری بود این منبع را نظر میکنید در کتاب ذم الکلام و همچنین و جمع الجیوش علی ابن عساکر و همچنین این چیزی که سخن فضیل ابن عیاض است این هم در کتاب ذم الکلام و همچنین ابانة الکبری لابن بطة و شرح سنة بربحاری و حلیة الاولیاء و طبقات الأصفیاء و تلبیس ابلیس و همچنین تفسیر القرطبی. یعنی منبع ها را خودتون نظر میکنید انشاءالله در کتاب. در اینجا میگویند که هر کسی دوست بدارد صاحب بدعت را الله سبحانه و تعالی عمل او را نابود میکند و نور اسلام را از قلب او بیرون می نماید. البته اهل بدعت از ضررش اینقدر بسیار است که اینقدر اهل بدعت ضلالت اونها که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت گفتند که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، همه بدعت ضلالت است. و صحابگان این رو فهمیدند و عبدالله ابن عمر گفتند که و این را الناس حسنت، گرچنده که این مردم بدعت رو خوب بدانند هم بدعت ضلالت است. و البته تأسیس دهندگان این اعتقاد شیطانی را به شما نام به نام ذکر خواهیم نمود و سخن آنها را نقل خواهیم کرد تا شما اهل توحید آنها را بشناسید و به مکر و فریب این جاهلان که مدعی علم هستند واقع نشوید. این بود تا همینجا. انشاءالله از فردا در بخش اول کتاب داخل میشویم. بعداً با تو الله سبحانه و تعالی به قدر استطاعت انا میخیل کم انشاءالله پیش میرویم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.